پسمانظر تغییر وضع حربی و سیاسی در افغانستان، پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان تا آخر سال 2021 با 30 تانک موثر تقویت داده خواهد شد. فرمانده خدمات تانک‌ها و زیرپوش‌های حوزه حربی مرکزی ارتش روسیه خنیف بیگلوف در این باره گفت تا آخر سال ماشین‌های جنگی نوع‌های قدیم‌تر را در بتالون تانکی پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان با 30 تانک موثر نوع T-72 BZM عوض خواهند کرد. خبرگزاری اینترفکس اگنس و ویلیخ نوسته می نویسد تبدیل تانک‌های پایگاه روسیه در تاجیکستان در پس منظر شدیداً تغییر یافتن وضع در افغانستان صورت میگیرد. در افغانستان بعد خروج نیروهای ائتلاف بین المللی قدرت را جنگیان حرکت تندرو طالبان صاحب شدند. تانک‌های T-72 BZM زیرپوش باز هم قوی‌تر داشته با دوربین سسنا او و تپلویزر همچنین با محرک نو و شبکه علاقه اکویدوک مجهز گردانیده شده است. پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان سال 2004 تأسیس یافت. سال 2012 زمان بود و باشش تا سال 2042 تمدید کرده شد. این پایگاه با بیش از 6000 عسکر و افسر بزرگترین پایگاه خارجی ارتش روسیه به شمار می رود. ماه ایول سال جاری پایگاه 201 با 17 ماشین زیرپوش موثر BMP-2، ماه آگوست با مجتمع‌های سیار موشکی ویربه، автомат‌های کلاشنیکوف AK-12، کمان‌های سنایپری موثر اگنمیادها و مجتمع موشک‌های ضد تانکی کارنت مسلح گردانیده شده. همینطور در سال 2020 پایگاه روسیه در تاجیکستان با حدود 20 تکنیک موثر از جمله چرخبال‌های می-8 و زیرپوش‌های BMP-2M تقویت داده شد. در پایان سال 2019 در این پایگاه دیویزیون سپرهای موشکی S-300 به نوبتداری سر کرده بود.